سلام عرض میکنم خدمت شما. من پوریا هومان هستم و امروز با یکی دیگه از برنامه آموزشی در خدمتتون. عرض کنم که امروز یک وسیله بسیار مهم که تمام موزیسینا و تمام موسیقیدانان باید بدونن چجوری با اون کار بکنن و تمرین کنن رو خدمتتون خیلی کوتاه بررسی میکنیم و تاریخچه‌ش رو خیلی مختصر میگیم. این وسیله اسمش هست مترونوم و مترونوم در اصل سال 1814 در آلمان توسط یک مخترع آلمانی به نام یوهان ملتزل اختراع میشه. کار این دستگاه اینه که به صورت اتوماتیک ما رو سرعت و تمپوی ما رو یکسان نگه داره. برای همین تمرین کردن باش خیلی مهمه. دو تا نوع اصلی داریم روی این وسیله. یکی نوع دیجیتالی هست که به این شکله و یک نوع کلاسیک و اصلی این وسیله هست، بهش میگن مترونوم مکانیکی که به این شکل هست.